السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز, дорогие братья и сестры, благодарю каждого из вас за дуа. И также хотел бы высказать свою благодарность нашему брату Исмаилу и также брату Мансур, которые нам помогли, с дозволения Всевышнего, приехали в хадж, умра. Пусть Аллах даст каждому из вас, кто присутствовал, кто участвовал в этом всего, иншаллах, Аллах даст каждому из вас, иншаллах, награда. برادران عزیز, الحمدلله که شاید که بسیاریات خبردار باشن که با خاطر الله و با خاطر گفتی که با ثواب و اجر ثواب آخرت, اکای منصور و اکای اسماعیل, یعنی اکای اسماعیل روان کرد و سببگار شد اکای منصور, ما را 5 نفر خلاص گپ روان کردن به حج عمره. و از ما یگان کس الحمدلله طلب نکرده است که یعنی ویدیو بکنیم благодарности خودمانه, شکرگزاری خودمان, تنها به خاطر الله که شاید که بعضی برادرها ببینن همین نوارا و بعضا روان کنن انسان هایی که نیازمند هستند همونها را به طرف حج روان کنن. و خداوند پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است که من دل علی خیر فله اجر مثل فاعله. هر انسانی که برای کار خیر دلالتی کنه, در نامه اعمال او اجر ثواب نوشته میشه چون که اون شخص او را انجام داده است. الحمدلله که برادر اسماعیل که خیر کرد, 5 نفر حج عمره روان کرد, در نامه اعمالش همون عملی که ما انجام بدیم, اگر که ما چقدر قرائت بکنیم, چقدر نماز بخوانیم, در نامه اعمال او اونقدر اجر ثواب نوشته میشه و از ما یگان چی کم نمیشه, بلکه همون قدر انشالله در اونها را نوشته میشه. و اون خاطر دوستان عزیز بتانین ویدیو را با دیگران برسانید تا اینکه شاید که دیگران ببینن که چقدر گرم است مدینه منوره هوا. الحمدلله این از ما یعنی ما باب سلام است, یعنی دری که از اینجا میدروی به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سلام میفرستی و از دیگر جاش میداره داخلی یعنی حرم میشه. ما باید کمامه میگم به عربی, با خودمون مسکش میگن چی میگن, باید امیر بپوشیم. این از یه مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم. این خیل اینجا جای طهارت خانه ها و این است مسجد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. این خیل طرفی فندقا, یعنی گسنیچه ها میروی. امیدوار هستم که انشاءالله شاید که سبب شیم و یگان که از شما بیاییم. الحمدلله برادران تاجیک و برادران ازبک و قرقیزا و قزاق ها, آذربایجان ها, داغستانی ها, چچن ها, این گوشا الحمدلله بسیاری برادران آمدگی هستند. خداوند همه طاعت عبادتشون قبول کنه. انشاءالله جا و موضوع مکان است که کبر و غرور از دلها دور می شوند. الله سبحانه و تعالی موفق بگردان هر کدیم ما و شما را و اینجا و مکان مقدس باز هم بیاییم. هیچگاه اینجا و مکان ما باید ترک نکنیم. در امان الله باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.